به بوی نافعی کآخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. بو در اینجا ایهام داره، یعنی دو معنا داره، هم به معنای رایحه هست و هم امید و آرزو. نافه کیسه ای در ناف آهوی ختن هست که مشک یا عطر خوشبو از اون استخراج میکنند و نماد معرفت و شناخت اسرار الهی هست. صبا باد لطیف بهاری هست که نماد پیام‌آوری است و طره در لغت به معنای زلف گره خورده هست و اصطلاحاً در این شعر نماد پیچیدگی‌های عالم کسرات و تجلیات الهی هست. حافظ در واقع در این بیت آرزومند هست، آرزومند لحظه‌ای هست که لطف و عنایت الهی که نمادش باد صبا هست گره از پیچیدگی‌های هستی و اون قوامض هستی که نمادش طره هست باز کنه و بوی معرفت و شناخت اسرار حق رو پراکنده کنه. خون دلی که در این شعر اشاره شده اشاره به رنج‌هایی هست که عارف و سالک در مسیر شناخت حقیقت از کسرات وجود میکشه.